عصر همگی بخیر. نمیدونم کسی که منو نگاه میکنه الان عصر براش یا نه. میتونم بگم وقت همگی بخیر. اگه بخوام یه آپدیت از خودم بدم اینه که تنها کاری که تونستم بکنم که یکم حالم بهتر بشه اینی که سر خودم رو گرم کردم، یعنی مشغول کار بودم و یه چیز خیلی مهمتر که همیشه به من کمک کرده این بوده که بودن با آدم ها خیلی به من کمک کرد. یعنی من سر کار بودم با آدم ها، یعنی با همکارام حرف زدم، نه در مورد حس و حالم، همین که توی جمع بودم همیشه به من کمک کرده و این تا اینجا خیلی کمک کننده بهم بوده و اینو همیشه در مورد خودم فهمیدم که وقتی حالم خیلی بده از خونه زدم بیرون، حتی اگه شده توی پارک نشستم، یه کافه رفتم، اگه رفتم پارک رفتم تو قسمت بچه ها نشستم، یعنی اون پارک کودک بچه ها رو نگاه کردم که یکم حالم خوب شده و مثلا الان میتونم بگم که یکی از چیزایی که حال منو خوب میکنه همینه که برم بشینم یه جایی که آدما هستن، نگاهشون کنم، باهاشون باشم، باهاشون حرف بزنم، خیلی بهم کمک میکنه. امیدوارم که اگر تا حالا اینو امتحان نکردید، یه وقتایی که حالتون بالا پایین میشه، حس و حال خوبی ندارید، این که برید بشینید یه جایی و آدما رو نگاه کنید، با آدما اگر میشه حرف بزنید، این حالتون رو خوب میکنه و تا اینجا برای من خوب بوده. و از اون بهتر و مهمتر این بود که من دارم میرم دوستمو ببینم، دوست صمیمیمو ببینم. خیلی خیلی خوشحالم از اینکه صبح بهم گفتش که اینجاست و من میتونم ببینمش. خیلی خوشحال شدم، انگار خدا بهم یه هدیه داد، یه هدیه بزرگ. خیلی احتیاج داشتم به اینکه یه دوست صمیمی کنارم باشه. خدا رو شکر که من دوستمو دارم، میدونم که حالم بهتر میشه برم پیشش. ولی این خیلی مهمتره، همون نوشتنه که مثلا بفهمم این حس و حاله از کجا اومده، باید چی کار کنم براش که اگر دفعه بعد اومد سراغم یا یه روزایی مثل الان زود بتونم پیداش کنم و حال خودم رو خوب کنم. روز و شب و وقت همگی بخیر.